سلام دوستان، امیدوارم خوب باشید. تو این پکیج آموزشی میخوام راجع به وبسایتی صحبت کنم که باهاش میتونید به راحتی موشن گرافیک های خیلی جذاب و خوب بسازید و اونا رو توی شبکه‌های اجتماعیتون به اشتراک بگذارید. سایتی که میخوام باهاش کار کنم سایت انیمیکر هست، خب .com که خب این محیط در واقع سایت هستش. بیایم پایین تر بقیه چیزا رو هم ببینید. خب یک سری در واقع پکیج پولی داره که میتونید در واقع پریمیومش رو دانلود کنید یا از همون ابزارهای فری که داره به راحتی استفاده بکنید و اونا رو در واقع استفاده کنید توی پروژه هایی که میخواین طراحی کنید. این قسمت بالا اومده بهتون توضیح میده که چه مواردی داره. انیمیکر، پیک میکر داره، وایس داره، وی میکر داره و حالا بقیه چیزهایی که هستش. ویدیو تایپسش چیا هستن، توی چه زمینه هایی ویدیو داره. اوکی. قسمت ریسورس یک سری داده هایی هست، یک سری مطالب آموزشی هست که در اختیارتون قرار میده، وبینار هایی که داره، تیوتوریال آموزش هایی که داره و تیپس اند هکسی که داره و قابلیت هایی که داره. اینجا هم که قیمت در واقع اکانت پریمیوم سایت انیمیکر هست که اینجا میبینید قیمتش به چه شکل هست. بیسیکش $12.5 ماهانه، $25 ماهانه MO که نوشته و حالا الی آخر و هر کدوم از اینا هم قابلیت های خاص خودشون رو دارن. اوکی. این یک در واقع معرفی سایت انیمیکر بود که گفتم اول تو این پارت ویدیو، تو پارت اول ویدیو من به شما در واقع همون مقدمات سایت انیمیکر رو بگم تا حالا بعد بریم توی در واقع لاگین کنیم و وارد سایت بشیم و وارد استودیوش بشیم که بتونیم طراحیامون رو انجام بدیم.